وزارت کارهای داخلی روسیه از تفتیش و اخراج تعداد دیگری از مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبر داد. وزارت روز 28 آگوست با نشر بیانیه رسمی و هم ویدیو گفت که ماموران پلیس در خبرسک هنگام عملیات در چندی از ساختمان‌های شهر 27 مورد قانونشکنی را در بین 50 مهاجر آشکار کردند و امر دادند که 3 نفر آنها از خاک روسیه دپورتاسیا یا رانده شوند. معلوم نیست که چند نفر آنها از تاجیکستان هستند. در ویدیویی که وزارت امور داخلی روسیه نشر کرد دیده می شود که چگونه ماموران پلیس ده ها مهاجر را قطار کردند و نوار می گیرند. همزمان سندهای آنها را تفتیش می کنند و گروه را هم به اتوبوس سوار می کنند. در بیانیه رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه آمده است که 27 مهاجر قانون و قاعده های کار و اقامت را رعایت نکردند و برای این کارشان جریمه بسته می شوند. در روسیه اگرچه وضع مهاجران در گذشته هم چندان خوب نبود، پس از حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس بدتر شد. رسانه‌های روسیه پیوسته از تفتیش و بازداشت مهاجران کاری گزارش می‌دهند. عین زمان مهاجران میگویند اگر تمام سندها را داشته باشند نیز آنها را آزار و اذیت و یا از روسیه اخراج می‌کنند. به گفته حامیان حقوق، مقامات انتظامی روسیه از این راه می‌خواهند نشان بدهند که برای پیشگیری از قانونشکنی کار می‌کنند. به گفته مقامات روسیه تنها در 6 ماه گذشته از این کشور بیشتر از 17,000 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند.